با چشمهای همون دختر زیبا شما عاشق شده بوده؟ میگه گفتم بله من عاشق شدم. بعد از اون میگه این زن رومال از بالای طبق گرفت، من دیدم که در درون طبق چشمهای اون دختر گذاشته شدند. این دختر داخل خانه شد، این زن حکایت میکنه، داخل خانه شد چشمها را از سر گرفت و در طبق گفت یک جوان با هم چشمهای من عاشق شده، بربطه تا اینکه با مقصدش برسه. میگه این حادثه را دیدم وجود من لرزه فرا گرفت. به خانه را آمدم، میگه به خود نمی آمدم، اون شب تا سحر خوابم نبرد. وقتی سحر شد میگه در حال خیستم، راست نزدی در این شخصیت آمدم، در زدم میگه همون پیرزن در کشاد بیرون شد. گو ای جوان با چی میخواهی؟ از اون دختر چیزی میخواستی برات داد، با چی میخواهی؟ کجا آمده ای؟ گو بخشش مادر، من بخشش پرسی آمدم. من خواستم که از اون دختر بخشش بپرسم که برای من خوشه این قدر آزار داد، این قدر عذاب داد خوشه. میگه این پیرزن گفت که ای فرزندم، گفت دیر کردی. اون دختر همون دیروز وقتی چشمهاش از سر گرفت و برای تو داد، یک دعا کرد و بعد از اون دعا جان داد. ما دیروز او را در خاک سپاریدیم. دعاش چی بود؟ دعای او دختر این بود که ای پروردگار، این چشم، این جسم و بدنی که سبب گناه کردن یک جوان میشود، من از این بیزار هستم. ای پروردگار، من نمیخوام که از روی من یک جوان جهنمی و دوزخی بشود. پروردگار اگر از تو از من راضی باشی، همین امانت جان از بدن من بگیر. من در این دنیا دلتنگ شدگی هستم، من دیگه در این دنیا زندگی نمیخواهم. میگه همین جمله ها را میگفت و جان داد. این دختر بردیم، دیروز ما در خاک سپاریدیم. این جوان میگه من سراغه قبرش گرفتم و سر قبر اون دختر رفتم. 3 شبانه 3 روز میگه من خواب نرفتم، در تاری سری وی گریه کردم، از وی بخشش میپرسیدم. گفتم ای پروردگار، اگر این بنده تا از من راضی باشه، به سبب خواب دیدن یا اینکه به سبب الهامات من خبر که تا اینکه دل من آرام بگیره. میگه 3 شبانه 3 روز خواب نرفته بودم. روز 3م میگه در سر قبر همون دختر سر گذاشتم، خوابم برد. میگه خواب دیدم که این دختر در خوابم در آمد. گو ای جوان، با از من چی میخواهی؟ میگذاری که در همین خانه آخرتم آرام خواب روام. چی میخواهی؟ چشمهامو میخواستی دادم برای تو. میگه گفتم ای خواهر اسلامی، من ببخش، من میخواهم از تو بخشش بپرسم. میگه ای دختر، گو که همون لحظه ای که من چشمهامو برات دادم، همون لحظه من تو را بخشیده بودم. اینجا عیب تو نیست، اینجا عیب من است که من خودم در خد کوچه برآمدم و نمایان کردم و جلوه دادم. از روی دیدن من تو گناهگار شدی، یعنی تو خود به گناه آلوده کردی. بعد از اون میگه از این دختر بخشش پرسیدم و از این دختر یک خواهش کردم. گفتم ای که خواهر اسلامی،